عروسی چی وقت الان عروسی هست بخیر باشه. سالور بچه‌ها خواست هم دقیقه کس لار شاه کنه زما گپ وقت گوش شاه نکن. نپیجم پکرسه نپیجم دقیقه تا سرای چیز ما کفتر ما خستل کنه را که کفتر چی میخواید آینده شبی؟ فرید جان تخلص چیه؟ چی تخلص میکنی؟ خلاص رئیسی دم میگیرم بیادر دم دم چی میگیره؟ همین رقم که از دم میگیره. دلتا ده پارکی بده پارکی 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 بیا 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 دست رازی بشین دست رازی حالا که نشاط کردی که صبح کردی بام کرد بام کرد بام کرد بام کرد بام کرد عزیزای دل سلام، انشالله که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. باز هم بنده میلاد حکیمی و همسنگر عزیز ما روین عزیزی در خدمت شما قرار داریم و میخواهیم یک کمره مخفی و یا پرنک جالب داشته باشیم. عزیز صاحب ببخشید حکیمی صاحب ما هم برنامه خود سلامای خود تقدیم میکنم. آرزو میکنم صحت و سلامت باشن دوستا و عزیزایی که ما را از خارج بیننده هستند انشالله صحت و سلامتیشون از خودمون میخوایم. باز هم با یک پرنک یا کمره مخفی دوستای عزیز آمدیم. قسمی که حکیمی صاحب گفت دیگه در کجا موقعیت داریم؟ موقعیت ما امتنای عزیز موقعیت ما تپه نادرخان است. سر تپه نادرخان سر است. تپه نادرخان بله. و همیشه با هموطنان خود یگان شوخی می داشته باشیم دیگه کمره مخفی است ببینیم چقدر از زیلت میخوره. حکیمی بیغم است از زیلت چیزا. نه ان شاء الله ما کم میگیرم. یک ذره نازدانه است همتون عزیز ما میگم لت نخوره کل زدن و کندن و بزن و بکن کل چی به ما بود اگر همتون عزیز توکل به خدا دعای شما به کار است. دوستای میریم و عزیز با هم یک جا تماشا میکنیم برنامه. دوستای عزیزی که برنامه ما تا چه اندازه جالب است شما را تصویر مشاهده کنیم و باز هم تکرار میکنیم لایک کامنت و سابسکرایب چینل ما فراموشتان نشه. بله بریم بخیر عزیز صاحب. بیا این طرف بریم. بیا دیگه خوب کدام طرف این طرف بیا. دوستان نهایت عزیزم در ادامه برنامه هستیم و ما فعلا باز هم در منطقه سر تپه نادرخان موقعیت داریم و همینجا یک جوان همراه ما سر خورد گفتیم باشه احوال از ایران بگیریم جزئیات بیشتر از خودش هم میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است لالا صحتمند صحتت خوب است؟ خیرتیز خانه خیرتیز خدا قربانت بخیر باشی. میشه یک معرفی داشته باشی خدا برای بیننده نامه کی چی است؟ نامه که از فرید فرید جان تخلص چیه چی تخلص خلاص رئیسی دم میگیرم بیادر دم برنامه سر مال ما را خراب کردی نه بابا بیا در برنامه نظر خو ما دم میگرفت من میره خاله دیوال کردم من ندیده بود. من ندیده بود. من ندیده خاله بود. دیوال خیر، کردم خیر است. من ببخشید ببخشید یک کروگک برو بیا در اون طرف برو. ببخشید خیلی بیا این طرف استوچ ندیده بود حتما برنامه ثبت داریم. برو بیا در ما برنامه ثبت داریم قربان چه ما فرین. فرید جان عزیز گفتی رئیسی تخلص میگیری. تخلص بسیار خوب. باز در فامیل چند نفر هستید؟ تعداد فامیلتان چند نفر است؟ فامیل 12 نفر 12 13 نفر نه برنامه ثبت داریم. چی ریش خندی انداختی؟ یا از کجا پیدا اندی بالت خانه است لالا. نه چیز من نمیشه. خب خیر است تا اینجا که ما خودت دکتر کردیم گپ بزنیم. فرید جان عزیز روسی کدی؟ نه از این پرسان میکنم
چه رنگ آدم است؟ چه رنگ مردم اگه بیایی خیر حوصله که من تکلیف فرید جان عزیز گفتم عروسی کردی؟ نه عروسی نکردیم. نکردی هنوز؟ نه سلطان مجرد هسته باز از خودت کده بیادرای کلانت نه کلش عروسی کرده و یک همی مونده دارم بیادر کلان. او بیادر میری نه چه رنگ آدم است بلی از خدا؟ خیره بانوش حتما تکلیف حساب چیز داره یه چی رقم است. خب خیر فرید جان عزیز درس تحصیل چقدر کردی؟ مکتب خوندی؟ مکتب خواندیم تا صبح نوره. تو من چه رنگ آدم اگه بی؟ یکم مردم هستن بانوش بیا خیره بانوش خیره یک چند دقیقه دیگه ما و خودت گپ بزنیم که ما برنامه ما خلاص شوه که باز روان هستیم. گفتی عروسی نکردی؟ نه عروسی چی نکردیم. وقت بخیر پلان عروسی داری؟ هر چی باشه خیر باشه. باز تمرین ورزش چیزی میکنی؟ ورزش از ما گوشایت پال- خب معلوم است پالوان ورزش ما پالوانی است. رشته جمناستیک هم کار کردیم ملاقا میزنم. ملاقا میزنی؟ سر سر امیر رو فکر کنم پارکور میگن. پارکور ای مرا نبزنین این پالوان زدم میزنه چی حالا ما دم میگرفت من دم میگرفت چی میخوایی؟ ما اونجا دم گرفت مرا میزنه این پالوان است تو بیا اینجا تو چی بیا؟ میزنه آدم نمیزنه بیا من تو تو بیا میزنه چند نفس نمیزنه غرضش نگی چی مشکل داری؟ چیت میشه بیادر؟ من بیشتر رخال دیوال کردم سرش که دم موندم چی گرفت مرا زدک بیشتر قواره از امی به دیوار میمونه. دیوار خونه خونسان شده که دفعه گلم انگس میباشه انگس گنگس گنز برو بیادر تو رو والا اگر نیست ما دیوانه نیست ما هوشیار هستم برو بیادر برو بیادر. برو صدقه چه برو که سرمانه شی. بیا خیره یک حال بیخی دیوانه ورید خو خیر گفتی بخیر پارکور هم تمرین میکنی یک ماره ها درنگ دیوانه رگید آمده گفتی بخیر دیگه عروسی چی وقت پلان داشتی؟ عروسی هر چیز خیر باشه یا خیلی جدی نشو بقا جدی شدی این رفیق ما است برادر چی میگه از دیگه این دوست ما است گفتیم یک چند دقیقه آزارت بتیم و بتانیم که یک چند دقیقه در لبای مردم ما لبخند بیاریم. خدا کنه خفه نشده باشی عزیز صاحب بیا نزنم والا ترش نه که نمیزن تصویر اگه داشته باشیم برو خیره گرمی بود دیگه یک ذره آدم درای زیال روز ماست خاص به خاطر شما دیگه اگه در اخیر کدام پیامی داشته باشی کمری ما در خدمت است. تشکر خانه تا بود هر چی باشه خیر باشه خدای پاک مهربان است توی وطن ما از امارات خوش هستیم کار غریبی سر بگیره بیکاری سخت از جوانا هر جای سعی که جوانا میشه برای دست گلم ایمان بیکاری داود روزگار چرت زده میرن هر چی باشه خیر باشه کار بار سر بگیره بسیار ما افهم خوش هستیم قربان خدای خیر پاک ببینم مهربان. تشکر ببخش، بسیار ببخش. زیاد تشکر دوستان نهایت عزیزم سلام و درود دوباره باز هم در منطقه سر تپه نادرخان هستیم همینجا یک جوان امروی ما سر خورد گفتیم باشه احوال از زیرم بپرسیم امروی جزئیات بیشتر از خودشان میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. کسایی که بیننده سلام برای همگیشون. دیگه خوب هستی برادر؟ سطحت خوب است؟ شکر سلام شما خوب هستین؟ قربانت تشکر سلامت باشی. میشه یک معرفی داشته باشی خدا برای بیننده؟ ما سید شاداب هستم از ولایت قندوز هستم در تپه نادرخان زندگی میکنم. در تپه نادرخان زندگی میکنی یا اینجا کار چیز میکنی؟ خانه اصلی اینجا است؟ بله خانه ما اینجا هستم. دکانم دارم اینجا چای ما چیپس. بسیار خوب بسیار خوب. خب اینجا دکان داری خیر؟ بله دکان دارم. دکان چیپس و چای و قهوه و چیزاست دیگه؟ بله. باز مشتریاتون چی رقم است روزمره؟ مشتری دارین ندارین؟ والا دیگه مشتری ها خوب است. بعضی وقت زیادتر میباشه بعضی وقت کمتر میباشه. مقصد مردم زیاد میاد. بسیار بیادر امرای خودت است؟ بخیر بیادر.
بیادر برنامه ثبت تیر میشه ما به قصاش تصویر بیم قربان خیر ما مکاول برنامه ثبت داریم. برنامه ثبت داریم پس آن باز بیا ببخشید. بسیار خوب سعید شاداب عزیز نامت بود نه؟ باز درس تحصیل چقدر کردی؟ درس خواندی نخواندی؟ این تا یادم میاد تا صنف هفته خوند بازی لاک طرف ایران رفت برنامه ثبت داریم. شما رو نمی‌شناسیم. از این پرسان میکنم قربانت چم برو طرف خیر بانش. درس تحصیل چی رقم کردی؟ درس خواندی نخواندی؟ امو گفتم تا صنف هفته خوند بازی لاک او برادر برنامه ثبت داریم، تلویزیون دیدی، کامرا را دیدی ندیدی؟ عمرت از زندگی دیدی یا نه؟ بیا خیر باش حوصله کن. درس تحصیل گفتی مکتب خلاص کردی بخیر؟ مکتب ما تا 19 خلاص نکردیم مونده. صنف چند هستی؟ صنف 12 است. نه هفته خوند گفتم ایران رفت باز نه مسافر بود اونجا آنها بدر. بیا خیر. لا حول ولا برو بیادر این طرف برو که ما برنامه خود از ثبت کجا کنیم. شده خیره بانش بیادر. گفتی صنف 12 هستی باز دمیجه در کدام مکتب هستی؟ اینجا در غلام نبی خان چیز میگن چرخی میگن اونجاست. او برادر رشخندی دویدی ببر ما اینجا کامرا ثبت داریم. برنامه ثبت داریم صدقه چه هم یک ذره فرهنگ یاد بگیریم. خب خیر. باز صنف چند مکتب است؟ صنف 12 بودی گفتی. چندم نمره هستی؟ ما در مکتب 5 نمره است. 5 نمره هستی. نام خدا بسیار خوب. چی پلان داری در آینده؟ چی می‌خوای در آینده شوی؟ خیر خب چبلقای اعصابت خراب شده. خیر بانش حتما جوانای ما هستن تکلیف دارن حتما. خب خیر بانش گفتی بزرگترین آرزوی چی است؟ چی می‌خوای در آینده شوی؟ هیچ نمیشناسم میشه. برو بیا در اون طرف برو که ما برنامه ثبت کنیم. خب خیره ما گپ زدن نمیتونم این جگه که تو چه از خیرت مشکل نیست خیرت من حساب داره چند کلمه دیگه ما خودت گپ بزنیم که باز ما بخیر میریم. در آینده گفتی میخوای انجینر شوی؟ نه انجینر. هر کار میشه او بدر میمونی ما رو یا نه؟ بیا تو بگو ما بریم. نه بانش خیره بانش اندی بالت خانی سی قوزارت میده. نه استاد نمیشناسم میشه. چی کار داری بیادر امروزی؟ این در همسنفی بود در صنف هفتازی لاک طرف ایران رفت از اونجا رفت ترکیه از ترکیه که دیپورت شد پس آمد در کابل من نمیشناسم. بیا در تو کی هستی؟ حالا مک زره غریب است این 5000 ما رو نمیشناسه برو بیادر اون طرف برو بیادر. بانش خیره دیگه مزاحمت نکنی بیادر که ما چند دقیقه برنامه حالی مزاحمت است خیر خب خیره بیا بچه می طرف استاچو روی دی طرف وان آفرین. بسیار خوب گفتی میخوایی در آینده بخیر انجینر شوی. انجینری چی؟ انجینری خود چند بخش داره که مثلا کامپیوتر ساینس هم که بخوانن انجینر گفته میشن. هدف تو رقم انجینری است یا چی رقم است؟ انجینر ساختمانی. من مزاحمت نکردم خب چی میخوایی بیادر؟ ما را بانک مردم ببینه بشناسن حالا برو پسان باز بیا پسان هم روی حالا خیر خب بیشتر تصویر میره خب مردم ببینه ما مقصد گپ نزنی. خیره خب خیره بانش بیا مزاحمت نکنی. خیره استاچو آرام باش رجوی خان. بخیر گفتی انجینری سیوال میخوانی؟ بله. نه چند کلمه دیگه هم خود گپ بزنیم که برنامه ما خلاص شود. گوشت بود. با پشت پس چبلقای که بسیار جدی هم شد. مردم هستی جا بخواه. خیره تا حوصله کن. بخیر گفتی دیگه انجینری سیوال میخوانی؟ بله انجینری سیوال. در فامیل با چند نفر هستی؟ در فامیل 12 نفر است. 12 نفر هستی. 13 نفر است دروغ میگه ببر میمونی ما رو یا نه؟ گیت بس اصابت خراب نکو. این دوست ما است. دوست ببخشی لالا. معذرت خفه نشده باشی رفیق ما. بیا عزیز نه سنا جانا جور تیار است نه تکلیف داره نه دیگه. گفتیم یک چند دقیقه حوصله خودت باشی خفه نکن قربانت نه انشالله مشکل نیست. بخیر باشه روی تی طرف در بوده پیامتون با چیه هموطنان عظیم عزیز مامی است که همیشه خوش و خوشحال خندان باشن.
دیگه در افغانستان همیشه همین که آرامی است آرامی باشه قربانت. دیگه آدم اگه میخوایم که تو نفس تام سوخته. والا مرا جو گپ ما یاد منه مشکل نیست قربانت بسیار تشکر. سلامت تشکر باشید. خواهش میکنم. دوستان نهایت عزیزم، در ادامه برنامه هستیم و باز هم در منطقه تپه نادرخان موقعیت داریم و همینجا آجی صاحب از راه تیر میشد، کدام طرف روان بود، گفتم باشه کمی احوال از هم بگیریم، امروز ازی گپ بزنیم، جزئیات بیشتر از خودشان میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آجی صاحب خیر صدقه ده؟ ولی الحمدلله تخیل جوری. شکر ده. مننه قربان دشم. فارسی پویگی؟ نه پیغام برسی. بیخی نپویگی. کزه خبره وکم ته جواب په پښتو کې ورکې د سیم نه پویږي. نه پیغام. خیر ده مشکل نشته. حاجی صاحب دا راته ووایه چې نوم دې څه شي ده؟ نوم اورنګ. اورنګ ولا ډیر ښایسته نوم ده. دا څه معنا ورکوي؟ پوهېږې معنا باندې؟ نه معنا دا به د پخوانۍ مونږ پلارونو کو دا نومونه د څوک اورنګ کې پورچېږي خدای مونږ پلار یا کړی چې اورنګ. لهجه دې خو د خوست ولایت غوندې ده. د کوم ولایت نه یې؟ زه د خوست ولایت او د لشیر ولسوالۍ. د خوست ولایت نه یې که نه ودلیده. دوستا عزیز نگویی که باز نمیفهمیدی، دیگه گفتم که از خوست است. برنامه سب داره. او بچه به کفتر ببرانه. برو کفتر ببران. اون طرف برو بیادر که ما برنامه سب داریم. او بچه پتکی بته اونه ده بغل چیز دکای. بیادر. خیر ده حاجی صاحب تقریبا. حاجی صاحب مونږ سره یو څو خبرې وکړه چې بیا مونږ نبځو. ښه حاجي صاحب ته د خوست ولایت نه یې او کابل کې د کوم ځای کې اوسېدونکی یې؟ د ارزان قیمت. او بچه بته بدنه نشی تا. کفتر. ضرور لور شخص پله ده برنامه دی به کامرا. بیادر کامرا را دیدی برنامه سب داریم صدقه چم. او بیادر ای زه ضرور لور شکنه. برو بیادر بی طرف برو. بیادر برنامه سب داریم. چی بود؟ برنامه است کامرا است. ما یه خاله کفتر کنیم. کفتر هستم مو زه خیر ده حاجی صاحب حاجی صاحب خیر ده. ښه د ارزان قیمت اوسېدونکی په کوم ځای کې اوسېږې؟ ارزان قیمت پاس ډو کې اوسېږي. ترخیل ډو کې. ترخیل کې؟ ډو کې. ترخیل چی شي کې؟ ترخیل ډوک دی پاسه د مربوطې هغه دی د ناحیې دی. صحیح ده. او څو دانې بچیان لرې؟ مامن څلور بچیان. تاسو همدغه کس لار شه کنه. زما گپ گوش نه پیغام په پرسه نه پیغام. دغه سره چې زما کفتر واخیستل کنه راکه زما کفتره. خیر ده حاجي صاحب. زه وروره دا نه ده دا ما امان خدي دا زمون کفتر واخیستلی ما شپږ زره هغه واخیستلی. تلور شه بیا کفتر خو دغه برو بیا در طرف برو چیرې خندیدن خلک دی په قسم. ښه حاجي صاحب څو راشه خلاص کو څلور زمان زره بدل کو ورکه الکان دي که الکان دي ټول الک دي ټول الک دي. ته پښتنه نه دی کړی. زه دینه پښتنې کوم. دا کفتر بازی پوس به دا خیل بازی کو لاس دادی لري او شل زه کله چې دا یو ځای شي ډیر شي. ښه تلور شه چې موږ زه ته خپل لاشه زه ځان بې عقل مه کوه. دلته موږ خپرونه ثبتوو. ښه او بچه ګل مکای بچیان دی بیا او کفتر شو پتانه پر نه سر ما ولا پکړه تور بګ د پوهش دی. زه کړی دا ورته څه وخت بخیر پلان لري چې واده نه 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 د پوهش دی ځل خو د پوهش. داس رقم خالق دی قسم خیر د حاجي صاحب ته ودرېږي حتما لیوانی د اصحاب تکلیف لري. خو زه خیر ده کوژده دې ورته کړې ده او څه وخت به خیر د واده پلان لري؟ انشاءالله منې ته د خیر ژمي سهار کې انشاءالله نیت مو شته دی چې خدای به څنګه راځي. پیسې دې ټول کړې ده که نه؟ انشاءالله کوشش مو کړی دی. حاجي صاحب بیا واده انشاءالله په ژمي کې ده. بیا موږ ته خبر ورکوي که نه څه ویلې نه سړی خبر به انشاءالله دی. ناکو که سیو پتانه شو که مردم گیر اومدیم به خدا نه فرهنگ یاد دارن. یک ذره فرهنگ یاد بگیری بیادر ما برنامه ثبت داریم. خوزه خیر ده حاجی صاحب
بیا دلته څه کار کوي دلته اوس څه کوي دا تراکتور ټیکټار چلوم دا ها تراکتور چې دلته د پارکی بده پارکی پارکی بیا دستا راځي بشین دستا راځي والا کنه شاده کړي کا صبح برو بیا دا مام قرر مام قرر برو بیا دا مام قرر مام قرر دومره په غوسه شه وویل چې لږ ذره حوصله دی هغه دا زما انډیوال ده دا څه دا زما انډیوال ده چې خفه شوی نه وي دا زما ملګری ده دلته ودرېږه حاجي صاحب راځه بیا ده نازنه نه مې زنه وایي ونه وهي نه اوس نه وهي راځه دا نه کفترباز ده نه هیچ چیزی نه ده فقط د ډېر وبخښه شوخي له خاطره د ټوکې له خاطره خیر د پروانه کوي صبح کې پاندې نشه کړي سره قربان شما حاجي صاحب که کوم آخرینی پیام لري کمرې په خدمت کې نشته خیر اوسه بس کامیاب شه تاسو نه ډیره مننه او جهان مننه موږ ته واخ راکړلو قربان شم مننه کور دې آباد ډیره زیاته مننه الله وساتله خدای په امان الله کلو حاجی صاحب الله زیاد درد داری خیره بیادر دیگه خویی خب ما کوشش خودم میکنیم دیگه که هموطنهای ما خنده کنه چی کنیم برنامه بریم بخیر و رو بتیم دوستای عزیز وضعیت عزیز صاحب بخواه میبینه که این قلعت خورده که بیخی از گپ زدن مانده دیگه آخرین کوشش های خودم میکنیم بیچاره قدر لط خورد امروزی قدر لط خورد که بیخی دیگه از حال مانده عزیز صاحب چی گفتنی داری؟ دوستای عزیز بسیار نوجوان هستن نگفتن چرا؟ ما به خاطر شما چقدر زحمت میکشیم چقدر لط میخوریم چقدر کوب میشیم مگم همون صفحه ما رو سابسکرایب نمیکنین والا ایگه پس خیره بیاین این دفعه تصمیم میگیریم لایک کامنت و سابسکرایب برنامه یادتون نره از چینل ما درست میگی؟ بسیار زیاد تشکر عزیز صاحب دوستای نهایت عزیز میبینید داشته های برنامه امروز ما خدا کنه که باعث لبخند لبان شما شده باشه تا ای که دوباره ما میلاد کیمی و همچنان روین عزیزی اول بخیر بریم شفاخانه که جور شه و بخیر باز دیگه برنامه ثبت کنیم تا ای که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم شما را به الله پاک و به همتا میسپارم تا درود دیگر بدرود باز هم دوستای عزیز لایک و کامنت و سابسکرایب چینل ما یادتون نره الله ممال شه